تاجک ها یا همان تاجداران. تاجک ها یکی از قوم های آریایی هستند. مردم شجاع با تمدن و دارای تاریخ پر افتخار هستند. تاجک ها قوم بومی یا اصلی خراسان بزرگ که امروز افغانستان فعلی یاد می شود هستند. زبانشان فارسی است. تاجک ها مردمان شهرنشین هستند و پیشه اکثریتشان تجارت است. مردم تاجک با چندین متجاوزین خارجی جنگیدند، مانند اسکندر مقدونی، چنگیزخان، انگلیس ها، روس ها و پاکستان. تاجک ها 5300 سال حاکمیت و تمدن دارند. حاکمیت تاجکان پس از اشغال افغانستان توسط بریتانیای کبیر ختم شد و ترسی که بریتانیا از قدرت تاجکان داشتند نگذاشتند دیگر تاجکان حاکم شوند، چون تاجکان غلامی را قبول نمی‌کنند. پاینده بمانید مردمان با فرهنگ. دوستان عزیز، در مورد تاجیک ها میخواستم صحبت بکنم. البته سوء تفاهم خلق نشه. تمام اقوام دیگر که ازبک است، هزاره است، پشتونی، افغان است، نور چشم ما هست. اما ما به ارتباط تاجیک ها صحبت میکنم یا امو تاجدارا، کسایی که دشمن است. به اتفاقی اینها به خاطر ضعیف ساختنشان استفاده کرد. اما خوشبختانه امروز میبینم لایف ها به خاطر اتحاد تاجیک ها میگیرن دوستای ما، که بسیار زیاد مهم است. تاجک ها اگر اتفاق بکنن، اتحاد بکنن، باور کو که هیچ دشمنی در مقابل اینا استادگی کرده نمیتونن، چون اهل قلم هستن، روشن فکر هستن، باسواد هستن، توانمندی دارن، معلومات تاریخی دارن، از نسل مولانا جلال الدین محمد بلخی هستن، از نسل امام ابو حنیفه که میلیاردها نفر پیرو مذهبش هستن، میتونن دشمن خود را محکم به زمین بکوبند. هر جبهه‌ای که امروز برخلاف طالب هست ما از او حمایت میکنیم و طرفدار امو جبهه هستیم. برای ما مهم نیست کدام جبهه باید باشه. هر فردی که یک سنگ هم پرتاب بکنه در مقابل دشمن ما از او حمایت میکنیم. ما شخصا اگر با هر تاجیکی که مشکل داشتیم و از کارکردش خوشایند بر ما نبوده حمایت نکردیم، امروز میخوایم در کنارش باشم و این موضوعاتی که در بین ما بوده و یک سلسله مشکلاتی که داشتیم او را کنار میگذاریم. یک تاجک در مقابل دشمن خود استفاده میشیم. انشالله که پیروز. شیمان نیستم هرگز سخن چون از وطن گفتم، وطن گفتم، وطن گفتم.